سلام دوستان، وقتتون بخیر. سحر هستم و قراره در کانال یوتیوب مراحل طراحی لباس رو آموزش بدم. در 2 پست قبلی خط تقارن برای کشیدن فیگور خانم، تمام رخ از رو به رو و مراحل کشیدن سر رو قرار دادم. حالا میخوام قسمت‌های بعدی رو آموزش بدم. از نقطه چانه تا نقطه بعدی رو به 3 قسمت مساوی تقسیم میکنیم. قسمت اول رو خطی افقی میکشیم. این میشه خط سرشانه ما. گفتیم تمام مراحل کشیدن استایل بر اساس عرض سر انجام میشه. پس ما اندازه میزنیم عرض سر رو. یادتون باشه گفتم که سعی کنی اصلا از خطکش استفاده نکنی. مقدار رو روی این خط افقی علامت میزنیم. من با ناخن علامت میزنم که مشخص بشه. خب شد عرض سرشانه ما. حالا برای کشیدن گردن از قسمت صورت، یعنی این خط کجی که داریم، خطی صاف به سمت خط سرشانه پایین میکشیم. این میشه خط گردنمون. حالا این قسمت از چانه تا نقطه اول رو دوباره به 3 قسمت تقسیم میکنیم و از 2/3 و این قسمت رو، یعنی از جایی که گردن قطع میکنه تا علامت سرشانه رو از وسط نصف میکنیم. از جایی که گردن قطع میکنه تا علامت رو نصف میکنیم و حالا از 2/3 وصل میکنیم به 1/2 سرشانه. از 2/3 وصل میکنیم به 1/2 سرشانه. گردن و سرشانه ما درست شد. حالا برای کشیدن قسمت‌های بعدی از چانه تا نقطه بعدی، خب میشه قسمت سرشانه و سینه. پس این الان میشه خط سینه ما. از نقطه سینه تا نقطه بعدی این میشه نقطه کمر ما. خطی افقی میکشیم. حالا برای نشون دادن خط کمر چه کار باید بکنیم؟ گفتیم مراحلمون بر اساس عرض سر هستش. خط کمرمون چه مقدار هستش؟ به اندازه 1 و 1/4 عرض سر. خب یعنی چی؟ یعنی کلش باید بشه 1 و 1/4 عرض سر. پس من چی کار میکنم؟ 1/2 عرض سر این ور میام و 1/4 1/8 این سمت میدم، 1/8 این سمت میدم. این میشه مقدار کمر من و از این خط، از این نقطه وصل میکنم به نقطه کمر. از نقطه سرشانه وصل میکنم به نقطه کمر. حالا میرسیم قسمت لگن. دوباره از نقطه کمر تا نقطه بعدی میشه نقطه لگن ما. خطی افقی رسم میکنیم. هر مقداری که برای سرشانه رفتم برای لگن هم میرم. پس اگه من میخوام بر اساس عرض سر برم و ممکنه یکم اشتباه کرده باشم، ولی خب من همین اندازه‌ای که اینجا رفتم رو علامت میزنم و مشخص میکنم. درست شد؟ خب برای کشیدنش، رسمش با یه مقدار انحنا وصل میکنم به قسمت لگنم. این خط تقارن بود، خط تقارن قسمت لگن. خب این قسمت که قسمت فاقمون میشه رو باید علامت بزنیم تا بتونیم فرم پا رو بکشیم. این قسمت هم 1/4 عرض سر در نظر میگیریم، یعنی 1/8 این سمت، 1/8 هم این سمت. از خط کمر تا خط لگن رو هم از وسط نصف میکنیم. یه خط فرضی میکشم و حالا خط بیکینی رو رسم میکنم. تا اینجا داشته باشید تا قسمت‌های بعدی رو توی پست بعدی بهتون آموزش بدم.